سلام، اینجا روستای ابیازن در حدود فاصله 15 کیلومتری تا شهرستان نطنز. میشه حدوداً بین نطنز و اصفهان. روستای کوچیک با جمعیتی نسبتاً کم. امروز میخوایم بریم به قلعه خرابه. از قدیم اهالی اسمش رو اینجوری گذاشتن. جای خیلی قشنگیه، ولی متاسفانه هیچ ثبتی در میراث فرهنگی نشده و حتی اگه در گوگل هم سرچ بکنید اطلاعات چندانی راجبش نمیاره و به دلیل عدم ثبت و رسیدگی در میراث فرهنگی متاسفانه طی این سالها شاید به جرئت بتونم بگم بخش عمده‌ایش از بین رفته. از دور اگه نگاه بکنیم میتونیم قلعه خرابه رو مشاهده بکنیم. فقط مشاهده کنید که سطحش از سطح فعلی الان زمین چقدر بالاتر بوده و تو این سالهای گذشته چقدر زمین نشست کرده و میبینید و متاسفانه طی این سالها اونجور که پدرانمون تعریف میکنن به دلیل اینکه حالا گنجیاب ها فکر میکردن که درون قلعه، درون اتاقها گنجی بوده، خیلی تخریبش کردن و واقعا از بین رفته و حیف و صد حیف که میراث توجهی بهش نکرده و داره هر روز بیشتر تخریب میشه. قسمتش رو من توی اینترنت سرچ کردم، اونجوری که نوشتن بین 200 تا 300 سال میشه. حالا اینکه چقدر دقیق باشه مشخص نمیکنه، ولی خب نسبت به قدمتش هم زیبایی خاص خودش رو داره، هم تو این زمان واقعا از بین رفته متاسفانه.